گاهی فکر میکنم شاید انسان بودن یعنی تمام عمر دنبال یه زمین محکم گشتن برای ایستادن و بعدش هم مردن بدون اینکه حتی بهش نزدیک شده باشن. و شاید این اصلا چیز بدی نباشه. شاید واقعا معنی زندگی اینه که ما با اون چیزی که داریم چی کار میکنیم، نه اینکه همه چی رو بدونیم. حالا فرض کن واقعا روزی برسیم به یه نظریه نهایی برای همه چیز، یه فرمول یا معادله که همه اسرار دنیا رو به هم ربط میده. حتی رازهای مکانیک کوانتومی و نسبیت انیشتین رو با هم یکی میکنه. اون وقت چی؟ آیا زندگی من و تو واقعا فرق میکنه؟ آیا بازم برامون مهمه که چرا اینجاییم؟ یا فقط کافیه بدونیم که هستیم؟ آیا دو تا آدم متفاوت یه فیلمو یه جور میبینن؟ قطعاً نه. ما شاید درباره چگونگی فیلم توافق داشته باشیم، اما معنایی که ازش میگیریم برای هر کدوممون فرق داره. زندگی هم همینه. مثل وقتیه که یه فیلم رو ببینی و از اول بدونی چیه و قراره چی بشه. شاید دنبال جوابهایی هستیم که ذاتاً بدون پاسخن و شاید هم دنبال چیزی هستیم که قرار نیست هیچ وقت کاملاً بفهمیمش. اما یه حقیقت هست که نمیتونم نادیده بگیرم. من اینجام، دارم نفس میکشم و همه چیز رو حس میکنم. همین حالا، همین لحظه. و این خودش یه جور معناست. بعضی چیزا اونقدر بزرگن که شاید کلمات برای توصیفشون کافی نباشن. مثل عشق. هرچی بیشتر بدونم بیشتر متوجه میشم که چیزهای خیلی ساده، سوالهای خیلی ابتدایی همیشه بی جواب میمونن. چرا زمان انقدر زود میگذره؟ چرا بعضی چیزها انقدر به دل میشینن؟ چرا یه نگاه، یه صدا، یه لحظه میتونه دنیای آدمو عوض کنه؟ شاید واقعا قرار نیست بدونم، شاید فقط باید زندگی کنم. با همین پرسش ها، با همین لحظه هایی که نمیتونم توضیحشون بدم ولی حسشون میکنم. شاید هدف این نیست که همه چی رو بفهمم، شاید فقط قراره باشم و بودن با همه رمز و رازهاش شاید تنها چیزی باشه که واقعا مهمه. میدونی اگه بدونم آخرش چی میشه دیگه لذت کشف از بین میره. زندگی هم شاید همینطوره. شاید مهم نیست بدونم آخرش چی میشه. مهم اینه که لحظه به لحظهش رو با تمام وجود زندگی کنم. ما همه داریم یه داستان تعریف میکنیم، هر کدوم از زاویه خودمون. حتی اگه جهان قوانین مشخصی هم داشته باشه، معنای اون قوانین برای هر کسی فرق میکنه. و این تفاوت‌ها زیبایی هستند، نه چیزی برای ترسیدن، بلکه چیزی برای فهمیدن، پذیرفتن و حتی ستایش کردن. گاهی وقتا یه نگاه کوچیک، یه کلمه ساده، یه خاطره فراموش شده میتونه کل دنیای آدمو زیر و رو کنه. و اون لحظه ها دقیقاً همون چیزهایی هستن که هیچ فرمولی نمیتونه پیش بینیشون کنه. ما ممکنه روزی بفهمیم که جهان چطور کار میکنه، ولی آیا اون روز همچنان با یه لبخند ساده قلبمون گرم میشه؟ یا اون موقع برعکس همه چی برامون سرد و بی احساس میشه؟ من فکر میکنم بعضی سوالها باید بی جواب بمونن، نه از روی ناتوانی، بلکه چون جوابشون توی کلمه ها نیست، توی منطق نیست، بلکه توی زندگی کردنه، توی حضوری که نمیشه توضیحش داد، واقعی و قدرتمنده. شاید مهم نیست بدونیم چرا اینجاییم، شاید فقط باید اینجا باشیم، تمام قد، با تمام احساس، با تمام تردید و تمام شوق. و اگه قراره یه حقیقت نهایی وجود داشته باشه، شاید اون حقیقت همین لحظه است. همین بودن، همین سوال پرسیدن بدون نیاز به جواب.